چگونه 200,000 نفر از 60,000 نفر شکست خوردند؟ من محمد جواد ایران دوست هستم. به میران پادکست خوش آمدید. اینجا قراره در کنار هم دیگه به ماجراها و روایت‌های تاریخی مهم کشورمون بپردازیم و تک تک اونها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بعد از اینکه سلطان حسین صفوی از محمود افغان شکست خورد و ایران زمین به تسخیر نیروهای اون در اومد، دلاور مردی از ایران قیام کرد برای اینکه دوباره عزت را این سرزمین برگردونه. نادرشاه افشار بعد از قیامش در 3 محل با سپاه محمود افغان برخورد میکنه که یکی از خونین‌ترین جنگ‌ها در مورچه‌خورد اصفهان رخ میده. بعد از اون که سپاه محمود افغان به طور فجیعی تارومار میشه، اکثر اشراف و خانزادگان و بزرگزادگان سپاه افغان به هندوستان فرار میکنن و به دولت هند پناهنده میشن. نادر در ابتدا یک نامه می‌نویسه برای دربار هند و از پادشاه هندوستان میخواد که فراری ها رو به اونها تحویل بده و این نکته را قید میکنه که ما سر جنگ با کشور همسایه خود نداریم. ولی پادشاه هندوستان به سفارش وزیر خودش و به تحریک اون با این درخواست نادرشاه افشار مخالفت میکنه. نادرشاه افشار که از بزرگترین فرماندهان نظامی تاریخ جهان به شمار میره، با سپاه خودش حرکت میکنه به سمت هندوستان. سپاه نادر در این نبرد متشکل از 60,000 سرباز ایرانی بوده که در مقابل سپاهی به بزرگی 200,000 نفر قرار میگیره. طبق روایت تاریخ تنها 2,000 فیل جنگی در سپاه بزرگ کشور هندوستان وجود داشت. وقتی که دو سپاه در برابر هم سفارایی میکنند، نادر دستور میده و میگه که به سرعت چند گله شتر بیاورند. همه سربازها در بحت حیرت فرو میرند که در این بحبوحه جنگ نادر شترها رو میخواد برای چه کار. شترها رو به دستور نادر میارند، بر پشت شترها وسیله داغ شده قرار میدند و اونها را رم میدند و روانه میکنند به سمت سپاه فیلهای هندی. لشکر شتران رم کرده وارد لشکر فیلهای هندی میشن و 2,000 فیل رم میکنند، به گونه‌ای که سپاه هند به طور کامل به هم میریزه و نادرشاه افشار بدون جنگ و خونریزی خاصی تا قلب دهلی پایتخت هندوستان پیش میاد. تمامی افغانی‌های فراری را در دهلی دار میزنه و حکومت هندوستان و پادشاهش برمیگردونه و این جمله را به اون میگه: ما چشم طمع به کشور همسایه خود نداریم. تاریخ روایت میکنه که نادر اونقدر طلا و جواهر به عنوان غنیمت جنگی با خودش از هندوستان به ایران میاره که به دستور نادر اونها را در کوهی در خراسان مخفی میکنه و بعد از اینکه حکومت به دست قاجارها میفته، با شکنجه شاهرخ فرزند نابینای نادرشاه محل جواهرات فاش میشه. و نادرشاه افشار به این گونه بود که توانست نام خودش را در بین 3 فرمانده نظامی بزرگ جهان به ثبت برسونه. نفر اول ناپلئون بناپارت به خاطر ایده‌های نظامی مطرح و بی‌نظیری که داشته. نفر بعد اسکندر مقدونی به خاطر فتوحات نظامی وسیع داشته و نفر سوم نادرشاه افشار، سردار ایرانی که به خاطر ایده‌های نظامی بی‌نظیرش و فتوحات نظامی وسیعی که داشته در بین 3 فرمانده نظامی مطرح جمع قرار گرفت. اگر دوست دارید باز هم از شاهکارهای نظامی نادرشاه و سایر فرماندهان نظام ایران بشنوید و ببینید، میران پادکست را سابسکرایب